با عرض سلام خدمت دوستان عزیز و همراهان گرامی. دوستان، جلسه قبلا مورد تنفس درست و شکمی با هم صحبت کردیم. امیدوارم تا امروز نفساتون شکمی شده باشه. تنفس عمیق، آرام و طولانی. همونطور که میدونین نفس از اعماق هستی ما برمیخیزه و نفس اون یاریه که از اولین لحظه تولد و به دنیا آمدن ما همدم ماست تا آخرین لحظه‌ای که این زندگی رو ترک میکنیم و زندگی ما با اولین دم آغاز میشه و به دنبال آخرین بازدم بدن رو ترک میکنه. پس اهمیت اون رو باید بدونیم و اون رو درست تنفسمون رو درست نفس بکشیم. نفس لایه‌ای بین رابطه بین جسم، روح و ذهنه و به دنبال هر دم نیروی جانبخش و مادون اتم به بدن وارد میشه و مثل برقیه که حواس پنجگانه ما رو فعال میکنه. پس ما بعد از این که یاد گرفتیم که نفسهای شکمی چطوره و درست نفس کشیدن رو یاد گرفتیم، حالا میریم سر مدیتیشن. ما دو نوع مدیتیشن داریم، مدیتیشن اکتیو و مدیتیشن پسیو. مدیتیشن پسیو همینیه که ما مودرا میگیریم و حالا هر مودرایی که صحبت میکنیم در جلسات دیگه و در یه گوشه آرام مینشینیم و شروع میکنیم به مدیتیشن کردن. چشمها رو میبندیم و مدیتیشن اکتیو که بهش میگن، در اصطلاح بهش میگن مراقبه. مراقبه به این شکله که ما در حین انجام کارهامون، حالا کارهای روزمره، روتین یا هر چیزی، در حین انجام این کارها ما مدیتیشن رو در حال مدیتیشن هستیم، یعنی اون حضورمون رو داریم. حضور در لحظمون رو به صورت پایدار نگه می‌داریم. به این میگن مراقبه. حالا شما فکر کنید که اگر صبح تا شب ما تبدیل به مراقبه بشه چه اتفاقی میفته؟ دوستان عزیز، برای انجام مدیتیشنی که میخوایم بشینیم، مدیتیشن پسیو، شما باید یک جایی رو انتخاب کنید توی خونه که همیشه اونجا باشه مدیتیشنتون. اگر اینطوری بشه خیلی خوبه، برای اینکه اون فضا و اون قسمتی که میشینید یک انرژی خوب، یک انرژی آرام بخش، چون انقدر اونجا این کار تکرار میشه، ذهنتون آروم میشه، احساسات مثبتتون بالا میاد و احساس خوبی دارین، اون فضا تبدیل به معبدی میشه برای شما، جایگاهی میشه که به محض اینکه در اون فضا قرار میگیرید خود به خود اون انرژی شما رو آرام میکنه. پس یه گوشه خونه میتونید این کار رو انجام بدین. قبلا ها میگفتن خب مدیتیشن رو حتما باید رو زمین بشینی انجام بدین، ولی الان خوشبختانه این نظریه خیلی اعتباری نداره. میگن شما باید در وضعیت راحت بشینید، وضعیتی که بدن شما رو به خودش مشغول نکنه. همش حواستون نباشه که پام خواب رفت، گردنم درد گرفت، کمرم خسته شد. خب از مدیتیشن در میایین و طبیعیه که نمیتونید مدیتیشن خوبی داشته باشید. پس اگر راحت هستید روی زمین که 4 زانو بشینید، برای بهتر شدن وضعیتتون شما حتما یک کوسن کوچیک زیر نشیمنگاه بذارید، طوری که 1/3 زیر نشیمنگاه شما باشه اون کوسن و بقیهش به پشت باشه.
برای مدیتیشن یک کار ضروریه و بسیار ضروریه و نمیشه به غیر از اون انجام بشه، اینه که ستون فقرات شما کاملا صاف باشه، چون قرار انرژی جریان پیدا کنه. پس تنها راهشه، باید ستون فقراتتون صاف باشه، چه نشسته چه روی صندلی فرقی نمیکنه. بهتره در حالت نشسته باشین و دراز کشیده نباشین، چون خوابتون میبره و وضعیت درستی برای آرامسازی ذهن نیست. خودتون رو یاد بدین، عادت بدین که بشینید. ممکنه اولش فقط 5 دقیقه بتونید بشینید، خوبه. دفعه بعد 10 دقیقه بشینید، دفعه بعد همینجوری کم کم زیاد کنید تا زمانی رو که حالا بدنتون به شما میگه من چه زمانی رو میخوام بشینم. بدنتون با شما صحبت میکنه دیگه، دوست ندارین از مدیتیشن در بیاین، نه میگین من نیم ساعت 45 دقیقه 1 ساعت نیاز دارم به اینی که بشینم تو مدیتیشن. اولش با خودتون مدارا کنید، ببینید بدن رو اذیت نکنید، ذهن رو باهاش لج نکنید، چون در هر دو حال اذیتتون میکنن و شما زورتون بهش نمیرسه. مثل بچه‌ای که شما به زور بخواید بهش چیزی رو تحمیل کنید، در نهایت اون شما رو اذیت میکنه. پس زمانی که بدنتون راحت باشه، راحت تر میتونید رهاش کنید، چون نباید که از اول تا آخر مدیتیشن درگیر بدن باشین، باید یک جایی رهاش کنید و این زمانیه که هیچ گیر و گوری توی بدنتون نباشه، زمان مدیتیشن. پس یه صندلی یا روی زمین یه کاسن زیر باسن و نشیمنگاهتون میذارین و ستون فقرات صاف، گردن صاف. مودرای اول کار که شروع میکنید به این شکل دستاتون رو میذارید روی پاتون، روی زانوتون و شروع میکنید به نفسهای شکمی کشیدن، نفسهای آرام، طولانی، بلند و عمیق. هیچ عجله‌ای نکنید. لازم نیست مانترا یا ذکری رو تکرار کنید، لازم نیست بخواید هیچ کاری بکنید، فقط نفستون رو نگاه کنید، با نفستون همراه شید، یه طوری که فقط ششدانگ حواس شما به این نفسی که توی شکم میاد و میره، فقط نگاهش کنید، نگاهش کنید کافیه. مدیتیشن جدا شدن از ذهنه. ما باید از ذهنمون فاصله بگیریم، باهاش قاطی نشیم، باهاش همراه نشیم، دم به دمش ندیم. باید بتونیم همونطوری که یک گل رو از بیرون نگاه میکنیم، باید بتونیم ذهنمون رو نگاه کنیم. تنها راهی که میتونه ما رو از ذهن جدا کنه، هویت سازی ما رو، اون یکی شدن ما رو با ذهن، نگاه کردن بهشه. طبیعتاً یک جریان کاملا واضحه. شما وقتی یه چراغی رو نگاه میکنید، شما چراغ نیستی، داری نگاهش میکنی. گلی رو نگاه میکنی، شما گل نیستی، داری نگاهش میکنی. این یه جریان واضح و روشنه که توی چیزای دیگه ما میبینیمش، ولی در مورد ذهنمون متوجهش نیستیم. نگاه کردن کلید مراقبه و مدیتیشن. فقط نگاهش کن. نمیخواد باش بری، هیچ کاری انجام ندی، مانترا تکرار نکن، بعد نمیدونم گیر نده که الان چرا ساکت نیست، فشار نیار به ذهنت که وای چقدر داره فکر میکنه، قضاوت نکن ذهنتو.
عرضم به حضورت که به محض اینی که شما ذهنتو فقط نگاه کنی، ذهن خالی میشه. فقط نگاهش کن، بدون قضاوت، بدون اینکه باهاش همراه شی و بری، بدون اینکه باهاش قاطی شی، فقط نگاهش کن. دقیقاً مثل زمانی که داری یه میز رو نگاه میکنی، یه صندلی رو نگاه میکنی، یه گلی رو نگاه میکنی، فقط داری نگاهش میکنی، یعنی متوجه فاصله خودت با اون شی هستی. پس به همون شکل، به همون طریق ذهنتو نگاه کن و متوجه فاصله خودت با ذهنت باش. به محض اینی که سر بیاد پایین از اون حالت صاف و ایستاده، خارج بشی، ایستاده منظورم ستون فقرات صافه، به محض اینکه شونه هات بیاد پایین، سرت بیاد پایین، یعنی شما رفتی، یعنی دیگه با ذهن نیستی. بدون اینکه خودت بدونی که رفتی تموم شده. دوباره برگرد، شونه هاتو صاف کن، سر رو صاف کن، گردن رو صاف کن و دوباره نفسهای شکمی و عمیق بکش. تنها با نگاه کردن و نظاره ذهن میتونی به سرعت ازش خارج بشی و ازش فاصله بگیری. پس عجله هم نمی کنی، فکر نمی کنی خب الان چه کاریه من بشینم فقط نفسم رو نگاه کنم. انجامش بده و نتیجهش رو ببین. انرژی که ذهن میبره در اثر اغتشاش افکار با انرژی 15 دقیقه فکر کردنی که ذهن داره فکر میکنه، با اون انرژی میشه 15 متر زمین رو کند، حفاری کرد. ببینید چه انرژی داره از شما میگیره. ذهن شما فوق‌العاده قویه. پس اگر این انرژی برگرده به خودمون چه اتفاقی میفته؟ اگر این انرژی عظیم صرف بازسازی، پاکسازی و آرامش ما بشه چه اتفاقی میفته؟ قطعا حالمون خیلی بهتر میشه، ذهن خالی میشه، ما در اثر شلوغی ذهنمون نمیتونیم تصمیمات درستی بگیریم، حتی نمیتونیم ببینیم. کنار ما یکی نشسته صحبت میکنه و ما قسمت‌های زیادی از صحبتاشو نمیشنویم. اگرم میشنویم نمیتونیم تشخیص بدیم که چی داره میگه، چون اون یکی دیگه داره اینجا همینجوری حرف میزنه. ببینید، فکر کنید 2 نفر کنار شما و 2تاشون دارن همزمان با شما صحبت میکنن. شما چه احساسی پیدا میکنید؟ گیج میشید، نه اینو میفهمید نه این یکی رو، و میگین ساکت باش، من هیچی نمیفهمم، فقط دارین رو اعصابم میرین. خب حالا در حالیه که شما 24 ساعته دارین فکر میکنید، حالا زندگی هم در کنارش، آشپزی هم میکنید، این داره حرف میزنه، پیاده روی میکنید داره حرف میزنه، با خانواده‌تون در تماسین، در صحبت، این داره حرف میزنه، میخواین یه تشخیصی رو بدین، یه کاری بکنین، داره حرف میزنه، میخواین یه تصمیم مهم بگیرین، داره حرف. خب پس هیچ چیمون درست نیست، چون فقط داره حرف میزنه. بعد بهش میگن وراجی ذهن. وقتی ببینید هستی ما که میخواد با ما صحبت کنه، یک لحظه مثل یه نسیم میاد و میره، آرام در گوشمون یه چیزی میگه و میره. حالا ذهن بر همینجوری داره حرف میزنه، وراجی میکنه، و اگر این ذهن همینجوری ادامه بده و داره ادامه میده، خب ما صدای هستی رو نمیشنویم، صدای هستی درون خرد درونمون رو نمیشنویم و بر اساس این وراجی صحبت میکنیم، زندگی میکنیم، تصمیم میگیریم و تمام کارهامون تحت تاثیر وراجی ذهنه. حتی نمیتونیم با نزدیکترین افراد زندگیمون در تماس واقعی باشیم. میبینین یکی از عزیزانمون میاد با تمام قلبش، با تمام احساساتش با ما صحبت کنه، ولی ذهن میگه آها یادت اون موقع چیکار کرد، یادت فلان چیزو بهت گفت، و ما خود به خود یک دیوار میکشیم بین خودمون و
شخصی که داره صحبت میکنه و اصلا درک نمیکنیم که الان این با تمام قلبش اومده. توی تمام تصمیمات ما تاثیر داره، برای اینکه ذهن چیزی که داره، تمام اطلاعاتی که داره، تمام دیتایی که داره از گذشته است. خب از گذشته داره به ما اطلاع میده، داره طبق گذشته به ما اطلاع میده. اطلاع رسانیش اونه در حال نیست، در لحظه نیست، لحظه های نابی که پر از جواب های نابه برای ما تازه است و ما طبق اون گذشته داریم زندگی میکنیم و این تکرار میشه. پس بهترین کار اینه که ذهن رو آرام کنیم. تنفس رو که یاد گرفتیم، تنفس شکمی رو من توی ویدیوی قبل صحبت کردم، کامل توضیح دادم، اونو یاد گرفتیم. حالا نفسمون ناخودآگاه شکمی شده و حالا زمانیه که ما باید بشینیم به مدیتیشن. پس همونطور که گفتم یه جایی خوشایند برای خودتون درست کنید، یه جایی که بشینید راحت باشید، چه روی صندلی چه روی زمین. اگر میتونید امکانش هست یه گیاهی رو هم در کنارتون بذارید که کمک کنه به اون احساس خوبتون. جایی که سکوت باشه، تلفنتون رو ببندین و مطمئن باشید که برای نیم ساعت کسی مزاحمتون نباشه و بشینید و فقط به تنفستون نگاه کنید. مدیتیشن های بعدی رو توی برنامه‌های بعدی، ویدیوهای بعدی هر دفعه مدیتیشنی رو معرفی میکنم و میتونیم با هم انجامش بدیم. سکوت کنید و اجازه بدید سکوت بیرونی کمک کنه به سکوت درونی. ممکنه شما بشینید نیم ساعت، هیچ حرفی هم نزنید، نفس بکشید ولی ذهنتون یک لحظه ساکت نباشه. کلیدش چیه؟ اینه که شما به تنفستون نگاه کنید، به ذهنتون نگاه کنید. حتی مثل یه دربانی که میذارنش جلوی ساختمون، میگن یک نفر بدون اینکه شما ببینینش نباید وارد شه، نباید خارج بشه. انقدر با دقت میشینی و نگاه میکنی، همونطور شما به ذهنتون و تنفستون نگاه کنید. هیچ کار دیگه ای لازم نیست بکنید در قدم اول. اگر این تکنیک رو یاد بگیرین، مدیتیشن های دیگه براتون آب خوردن میشه، خیلی راحت میشه و فقط دم و بازدمتون رو نگاه میکنید. ذهنتان آرام میشه. بعد که آرام شد میتونید یه 10 دقیقه هم دراز بکشید، دوباره روی همون نفس ها، احتمال بسیار زیاد خوابتون میبره و این خواب خوبیه، خواب عمیقیه که سیستم ایمنیتون رو، سیستم عصبیتون رو ترمیم میکنه و انگار روزهاست که شما خوابیدین. انجام بدین، لذتش رو ببرین و برام بنویسین، تو کامنتاتون برام بنویسین که چطور بودین، سوالی داشتین بپرسید. ممنون میشم لایک کنید، دکمه سابسکرایب رو کلیک کنید و اگر اون زنگوله رو بزنید ویدیوهای بعدی برای شما میاد. شب و روزتون بخیر باشه.